2 تا موزه کلفت، یه دونه هلو، گیلاس. هسته گیلاس ها رو همین شکلی که من بهت میگم در بیار. نگاه کن، خیلی راحته. یه نی میخوایم، اینو فرو میکنید این تو، هسته گیلاس ها رو در آوردیم، میریزیم این رو. به به، این کار کاملا طبیعیه، یعنی یه بستنی کاملا طبیعی شما خودت میتونی درست کنی. میریم تو فریزر واسه انجماد. میوه‌هامو یخزد، میوه رو میریزیم اینجا، یه خورده شیر میریزم. بستنی نابی، فقط از بافت بستنی بگیر. اینجا رو باش. یه خورده پسته میریزم. تو دیگه بستنی چی میخوای؟ یه دونه از این نونا. بریم امتحانش کنیم.